شیشه‌گران سنگ نمی بود. میزای ما روبروس و در اینجا خانه‌ای ما بسیار جالب است نه؟ بله بسیار جالب است. ما راست بودی نه خوشش نمیاد دان خانه سبز نشه. اینا دوست دخترتان هستن؟ نه خیر اینا مادر کلانم هستن. آیشه گل مخفی آمده و ما را تعقیب کرده. سرینا قار نشو بیادر، اینا هیچ گناهی ندارن. یک لحظه صبر کو. جزای تو هنوز مانده دختر. کمی گشنه شده بودم باز گفتم یک چیز بخورم که معده‌ام سوراخ نشه. اگه شما میخواین نصفش براتون بیارم. نه خیر نمیخوایم. درست است. زنده باشه. خب سفرتان چطور گذشت؟ خب زنده و سلامت رفتیم و برگشتیم. زندگی سرتان باشه. زنده. صبح بخیر آمد. صبح بخیر. صبح بخیر صوفیا. صبح بخیر. چطور هستی؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ من خوب هستم. خدا محبتتون رو زیاد کنه براتون چای بیارم. در جای بشی لوده کلالش. سیل نکو. ما تمام روز اینجا می قسم بشینم ها؟ تمام روز نه دخترم. فقط تا 5 شام. 5 بجه که رسمیات خلاص شد باز میرم خانه. تندو سنا اپانونی تیتوکانو متوتو انتروپو. در زیر زبانت کدام چیزی میگی اما قسمت میتم که پدرت چیزی نگویی. اگه من نفهمم خداوند خوب میفهمه و خدا زبانت به سنگ تبدیل میشه. اینقدر زبان مثل چبلک خوب نیست بد است. صبح بخیر. صبح بخیر آمرسه. صبح بخیر. شما ناوقت آمدین آقای اووز. رابندان بود دیگه. خانه‌ای ما در یک منطقه است. بچه تو سر وقت رسیدم. دیگه تکرار نشه. صبح بخیر صوفیا. صبح بخیر عدیل خانم. آقای اووز این دخترش رو اینجا آوردین؟ خب کجا میبردمش؟ ما خدایی شرک از دیگر رو نداریم. در خانه میماندینش. راست میگه. ما مبرامد و من همراه دوستم چکر میزدم. تمام گپای خوشت آمد نمیشه. شما از مصیبت هایی که در یونان سر ما آمد خبر نداره. چطور خبر نداری؟ تمام روز همراه مرکز امنیتی یونان در تماس هستم. میگن اوضاع اونجا رو برهم زدیم. ما اوضاع اونجا رو برهم زدیم. همونطور است. او لعنتی ها مثل سگای دیوانه با اسلحه قسم تق 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 سر ما حمله کردن و ما از خود دفاع کردیم و حالا ما اوضاع اونجا رو برهم زدیم. همونطور است. این قسم نوشته کردن به شرفا اینا خود شاهد هستن. امگین امر کنین آمرسه. یک مدت به حیث محافظ همراه صوفیا باش. هر جایی که میره همراهش باش. فهمیدی؟ بچه‌ش آمرسه. بچه‌ش آمرسه. تمام شد. به نظرم خوشت آمد. اگه میخوایی شب پدر و مادرت گرفته به خواستگاری بیا. نجات بشی لوده. تا که ما از اصل موضوع خبر نشدیم که اونا دنبال چی هستن صوفیا از کنار ما یه جای نمیره. خب وقت شما با کدوم عملیات برین باز چی خواهد شد؟ در چوکی پدر خود بشینه. اینجا خو امنیت هست. از اینجا که در کدام جای خوب دیگه است اینجا بشینه منتظر برگشتن ما باشه. خاطر ما جمع می باشه. چشمت هم میکشم لوده پیش روی تا بیبی.
بچه شما امیر صاحب معذرت میخوایم. حالا دیگه بریم با جلسه. یک چند مجرم دستگیر کنیم که به روز ما خوش بگذره. یک چند مجرم دستگیر کنیم که روز ما کمی خوشتر شود. یونت پیش هست به خدا. برو گم شو سعی نکن. برو گم شو. کلالش درست است امیر صاحب. دخترم تا که من میایم اینجا کاغذ است، قلم است، کامپیوتر است، رسم بکش یگان کار کن. درست است؟ حالا با موتر نزدیک میشیم. هر کس در موقعیت خود باشه. چی شده؟ چرا توقف کردی؟ در اینجا یک حادثه بد رخ داده. در سر راه صادف افتاده. راه بسته است. کسی به کمکشان نامده؟ نه خیر کسی نیست. به نظرم کدام حادثه تازه رخ داده. زنگ بزنه کمک بخوایم. ما هم اینجا منتظر می باشیم. درست است؟ درست است. درست است. راحت باش میایم. راحت باش. بیادر درست من کمک کن بیادر. صبر کن. حالا به کمکتان میرسم. صبر کن. نرو بیادر لطفا. نرو بیادر. صبر کن گفتم. نرو بیادر لطفا. حالا میرسم. بیادر لطفا ما را کمک کن. ما میمونیم. یک دقیقه باشین من پس میایم. چی شده؟ از رود کمک بخواین. کم از اونا از بین برن. تلفن ما مانتن نمیدن. از روی انسانیت اونا را به شفا خانه برسانیم. اما در داخل بسیار پول است بچیم. اما اونا از بین میرن. زخمی ها چی شدن بیادر؟ چی میفهمم بچم؟ همیال خمیجه بودن. کسایی که زخمی شده بودن چی شدن؟ اینجا هستیم. سلایت با زمین بان. بله دوستا، یک ماموریت بسیار مهم در انتظار ماست. ما باید شب روز خود دمی مرکز امنیتی بگذارانیم و کسایی را که خون استانبول می مکن از بین ببریم تا مردم ما با آرامی زندگی کنند.
قسمی که خبر داره ندیل خانم از طرف رئیس به عمومی ما مسئولیت عملیات ها را به عهده دارن. حال خودشان در مورد راههای بعدی و ماموریت هایی که در انتظار ماست معلومات میتن. عدیل خانم بفرمایید. بله دوست. بیادر شما کجا گم بودین؟ تو را چی؟ حالا دیگه بچه ها زود لباسایتان رو بپوشین. امروز زیاد نا وقت رسیدین. پولیس های کنار جاده نباید مشکوک شوند. بیادر تو گفتی که بعد از این ما مزو گروهتان هستم. چی میکنی دختر؟ آرام باش. ببین اگر میخوایی که عضو گروه ما باشی باید یاد بگیری که چه قسم زبانت اداره کنی. معذرت میخوام بیادر جان. در مورد قضیه خوب مادرم چیزی نگفتی نه؟ گفتم امروز بیادرم شان تا وقت شب قطع بازی کردیم. آفرین. بیادر راستش ما به خود بسیار یک وظیفه عالی پیدا کردیم، یعنی در گروه شما. چه قسم وظیفه؟ رانندگی. رانندگی؟ بله، یعنی فکر کنین که شما به سرقت رفتین. تو هنوزم سرقت میگی؟ میبخشی وقتی که شما به سرقت رفتین ما در بیرون در موتر منتظرتان میباشم. باز شما زود میبرین و در موتر سوار میشین، باز من سرعت میگیرم. چطور بود بیادر؟ بسیار عالی بود نه؟ واقعا بسیار عالی فکر کردی های شگون. اما یک مشکل است، وامی که تو رانندگی رو یاد نداری. خب رانندگی رو یاد میگیرم باز. درست است. حال تو کورس برو، گواهی نامه تا بگی، باز دو ماه بعد گپ میزنیم. درست است؟ لازم نیست که من گواهی نامه بگیرم. وقت پلیس ترافیک تو را استاد کنه باز کارت دانشگاه تا برشان نشان میدی؟ فراخ برام یک گواهی نامه جعلی جور میکنه. حتما، چرا نی؟ تو با کارت برس. خب فرض کنیم گواهی نامه جعلی گرفتی، باز چه قسم رانندگی میکنی؟ تیمور برام یاد میده به یک شکله. البته که یاد میدم. چرا یاد ندم؟ میفهمی که چی را براش یاد بدی؟ نه خیر بیادر، او ایشه درست نشنیدم. خب تو برام رانندگی یاد میدی تیمور؟ او را میگی؟ او را خوب برات یاد میدم جانم. ده چی مشکل است؟ ما فکر کردم که میگن باز کردن سایفای فولادی رو برام یاد بده. با تشویش شدم چون خودم هم هنوز با کار موفق نشدم. حالا برو کارت کرو با بچه‌شم بیادر. اگه بعد از 6 ساعت 3 تمرین کنیم میشه؟ بله من بیکار هستم. درست است. یعنی اگه کدام موتر برای شستن نیارن. خب باز میبینیم بیادر جان. برات قول میتم بیادر، اعتمادت هیچ وقت از بین نمیبرم. هیچ لازم نیست که امرای من قسم قول بدی خواهر جان. چرا؟ چرا که در این کار من به تو هیچ اعتماد ندارم. حالا دیگه برو گم شو. یک تو کم بودی، حالا تو هم آمدی. اگه کل ما در صدد دستگیری یک گروه باشیم امکان داره رسیدن ما به هدف وقت زیاد بگیره. از این خاطر ما باید به دو گروه تقسیم شویم. وقتی من یک عملیات رهبری میکنم عامر صاحب یا موسی یک عملیات دیگر رو باید رهبری کنم. و البته که این کار را تحت امر و اجازه ما انجام خواهد دادن. انگین اولین مأموریت شما بزانو در آوردن این گروه هست آقای آموز. گروه فیلم های جعلی دیویدی رو میگی؟ بله، کارایشان بسیار گسترش پیدا کرده. حالا قبل از رسیدن فیلم ها به سینماها ماها قبل و کوچه ها نشر میشه.
خب خب کار ساده است. سر گدامشان حمله میکنیم کارشان تمام میشه. خب درست است. حالا منتظر چی هستین آقا قاووس؟ بریم دیگه. خب پرسیدنش بد است، اما وقتی ما همراه قدر یک گروه بزرگ به جنگم، شما همراه کدام گروه غیر قانونی خود جنگیده؟ این سوالتان قابل پرسیدن نبود. واقعا بد است. من به حیث آمرتان مجبور نیستم که فراتر از ضرورت معلومات بهتون براتان. مجبور هستیم که بعضی عملیات را تحت جدی‌ترین شرایط مخفی پیش ببریم. خب دوستان، کسی دیگه سوالی نداره؟ خوب است. حالا دیگه مأموریت منتظرتان است. خداوند کمکتان کنه. حالا استانبول. ملاقات کنیم؟ اما پدرم اجازه نمیده. شما کجا میرین؟ میخوایم دستشویی برم. لطفاً برام میگین کجاست؟ داخل دهلیز دست چپ در بخورین اونجاست. تشکر میکنم. آمر صاحب، همیال به خاطر عملیات گروه دیویدی جلی اقدام میکنیم؟ بله همیال اقدام میکنیم. تمام واحدها را هشدار بتین و قوای ویژه ما خبر بتین. بگوین چرخبال، تانک، هواپیما هرچی که هست تمامش بیارن. ها؟ چرا که این یک عملیات بسیار بزرگ است. تو با خدای در روت میزنم. بگی اینا رو برو. حالا برو گم شو. مدیر صاحب یک دقیقه وقتتون رو گرفتم میتونم؟ بگو ادانایی. شما مرا از ازمیر به خاطر دستگیر کردن همین اطفال خواستین؟ متاسفانه در این موضوع هیچ کاری از دست من نمیآید. عادل خانم صلاحیت رهبری عملیات را مستقیما از رئیس عمومی گرفته. خب اما مدیر صاحب بدون این کسایی که فیلمای جعلی را به فروش میرسانند دیگه هیچ مشکلی نمونده؟ عجله نکو ادانایی. نوبت کلشان دانه دانه خاط رسید. در این شهر معتاد، بدماش، دزد و قاتل هیچ وقت گم نمیشه. یک موضوع دیگه هم است مدیر صاحب. تصاویر علی مرز در بین پرونده های عادل خانم چی میکنه؟ با اتاق بیا ادانایی. کل چیز برات میگم. خیرت هست؟ چی گپ شده؟ چی شده؟ زنگ خطر از آمر صاحب. اگه میخوایی بالا برو بچه. بریم
نباشین دوستا. خسته نباشین دوستا. یک کمی جنگ توقفگاه مانده بود عمر صاحب. در کجا رخ داده؟ چی شده دوستا؟ کدام درگیری شده؟ بسیار درگیری جدی عمر صاحب. یک گروه مافیای رزن بوده که در باشتاش مسئولیت مواظبت از پیاده رو را داشته. دیروز کسی تمام افراد او گروه را از بین برده. نام او گروه چی بوده؟ گروهشان کدام نام نداره عمر صاحب، اما نام رئیسشان اسماعیل است و لقبش هم گوگوز است. خوب است عمر صاحب؟ شما خوب است عمر صاحب؟ خوب هستم چیزی نیست. شما به کارتان برسید. درست است.